به نام خداوندی بخشنده مهربان. السلام علیکم دوستان خوب و عزیزم. حالتان خوب است؟ فرزانه هستم با برنامه پرواز اندیشه در رادیو مهر. دوستانی خوبم، چی حال دارد و در این روزهای تابستان چی کار میکنید؟ امروز میخوایم درباره یک حیوان بسیار توانمند که میتواند گرمای شدید تابستان را تحمل کند صحبت کنیم. حیوانی که میخوایم درباره آن صحبت کنیم از گذشته بسیار دور در کنار انسانها بوده است و تا به حالا از آنها استفاده می شود. از آنها در گذشته برای پیمودن مسافت‌های طولانی استفاده می کردند و تنها چیزی که بیشتر ما در مورد این حیوان می دانیم این است که آنها دارای دو کوهان می باشند که می توان هنگام سفرهای طولانی و دراز در میان این دو کوهان نشست. دوستانی خوبم، فهمیدید درباره کدام یک از حیوانات زیبا صحبت میکنیم؟ آفرین به شما، درست گفتید. آن حیوان شتر می باشد. دوستانی خوبم، شما هم فکر میکنید که کوهان شترها برای ذخیره کردن آب در بدنش است؟ اگر این گونه فکر میکنید اشتباه است. کوهان شترها در اقلیم‌های گرم بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و این به گونه‌ای است که در کوهان آنها مقدار زیادی چربی و روغن است که در آب و هوای بسیار گرم ممکن است به افزایش قند خون و همچنین خنک شدن بدن آنها شود. شترها با خوردن خارها و دیگر چیزهایی که می توانند برای حیوانات دیگر مرگبار باشند هیچ آسیبی نمی بینند. علت بزرگ بودن جاغ‌ها و فک شترها برای غذا خوردن راحت و آسانتر آنها می باشد. در جهان بیش از 14 میلیون شتر وجود دارد که بیشتر در خاورمیانه، آسیا و استرالیا زندگی می کنند. دوستانی خوبم، می دانید شترها چند سال می توانند عمر کنند؟ عمر شترها معمولاً بین 40 تا 50 سال است و البته می تواند تغییر کند. گاهی کمتر است، گاهی می تواند بیشتر باشد. شیر شتر بیشتر از هر شیر دیگری در طبیعت شبیه به شیر انسان است و 10 برابر بیشتر از شیر گاو، آهن و 3 برابر بیشتر ویتامین C دارد. اگر بدنتان تحمل لاکتوز را ندارد، بدون هیچ مشکلی می توانید این شیر را بنوشید. شیر آن بسیار پرچرب و پر از مواد غذایی است. البته این را هم به شما دوستان خوبم بگویم که شیر شتر در فروشگاه بعضی از کشورها دیده نمی شود. دلیلش هم این است که فروش شیر شتر در آن کشورها از جمله امریکا و چند کشور دیگر غیر قانونی است و هر کس شیر شتر را در آن کشورها بفروشد مجازات می شود. در بعضی دیگر از کشورها هم همچنین قزاقستان
شیر شتر برای درمان بیماری سیل استفاده می شود و پزشکان آفریقا هم از آن برای تغذیه کسانی که بیمار هستند استفاده می کنند. از پوست آن برای ساختن کفش، کمربند و لباس استفاده می کنند. پشم شتر را در ساختن خیمه ها، گلیم و لباس ها استفاده می کنند. دوستان و همراهان عزیزی رادیو مهر، برنامه امروزمان هم به پایان رسید. امیدوارم از این برنامه به خوبی استفاده کنید. تا یک روزی دیگر و یک برنامه جالب دیگر، شما دوستانم را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.